بریم ببینیم عالی جناب سعدی از دیدگاه خودشون شیطون رو زشت میبینن یا زیبا. ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی بخواب، به بالا صنوبر به رخ همچو هور، چو خورشیدش از چهره میتافت نور. فرا رفت و گفت ای عجب این تویی، فرشته ندیدم بدین نیکویی. تو که این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر؟ چرا نقش بندت در ایوان شاه، دوژم روی کرده است و زشت و سیاه؟ شنید این سخن بخت برگشته دیر، به زاری برآورد بانگ و غریو که ای نیک بختان نه شکل من است، ولیکن قلم در کف دشمن است. برانداختم بیخشان از بهشت، از آنم به کین می نگارند زشت.